بگه وقتی که در میدان جمعیت مبرای چنان زندگی کن که از خود یک چیز مان در بین مردم مشهور شون که وقتی که ممبری خودت خرسند دیگرها گریون باشد که کاش الا 10 ساله که دیگر رو زیاد میکرد نگه خلاص شده. همین شعار که زندگی کنه برادر اسلام گرده نخدا خواهد انشاءالله. بیاین بخت بیاید شوخی ها نکنین، زندگی ها پولشون قرض نخطو دستین، پولاتون خدا تو مانده نتیم، پولاتون قرض رسیده خوش رو بخورید، خوش رو بپوشه. این نوشتگی توی های دبدبه و این 20-40 دروغ همش دروغه. این 20-40 و 30 سال این دروغه. کدام رو 3 موی سفید رفته است پیشی رئیس ناحیه رفته شکایت کردن که رئیس جان ما از مردن مترسیده سادیم که بچه ها ما را گور کرده بتونه بینه. امروز مردخانه چایخانه تیار، بنان ششنیک است، سمبوسه است. و مولای بیچاره هم یان باش، آش یان باش نمیگه که این بعدی 3 روز آخین حرام های ستوای هم ادخیز بنا 3 روز شید تمام دیگه نیست اینجا. نه این 40 روز 50 روز این زنکاش ما بعد 40 روز همون خانه نمیشته بچو کچو خانه و در شوید. این سنت نیستین، این ترک واجب می شود. شوش خدمت کردنش بچهش تربیت کردنش واجب بود. این اولا چی مردم گم بزند تو یافتی اونجا چای خونه خدا خواهد 40 روز آرد نمیخری، 40 روز شکمک زید فربی میشه برای یانباش بزنی نخره مرده. مردن زیافت کشیدن مکروه تحریمه. شما کتابای